از کجا بفهمیم سختی هایی که در دنیا برای ما آمده مصیبتیه که برای نافرمانان الله تعالی آمده یا بلاییه که برای دوستان الله تعالی آمده؟ یک مثال بسیار ساده. اگر اون سختی و صعوبت باعث تقرب بیشتر ما به الله تعالی شد و باعث شد که ما در دعا، انابت، رجوع الی الله و در اعمال بیشتر قوت بگیریم، بیشتر تقرب به الله حاصل بکنیم، این نشانه اینه که این بلا هست و از جنس اون سختی هایی هست که الله تعالی به انبیا و دوستان خودش میده و جای نگرانی نیست. خوشا دردی که دربانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی. این از اون دردهاییه که 100 مبارک باد باید بگی. ناخوش تو خوش بود بر جان من، دل فدای او شد و هم جان من. و اگر دیدید سختی ها، مشکلات، صعوبت ها باعث شد معاذالله دور بشیم، در دعا کمی آمد، در تضرع کمی آمد، ما بین ما و خدا پرده و حجاب ایجاد شد، از خدا بدگمان شدیم، از خدا دور شدیم، بدونید که اینها مصیبت هستند و بدونید که اینها تازیانه هایی هستند که الله تعالی برای بیداری ما داره میزنه. ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. خلاصه کلام من اینه که پاره های مرگ رو برای خودمون شیرین کنیم. مولانا میگه جزو مرگ گشت شیرین مرتورا. اگر تو تونستی با دل دادن به الله، با تفویض، با تسلیم، با سپرد امور به الله تعالی این غمای کوچک کوچک رو برای خودت شیرین کنی. ابراهیم چطور تونست آتش نمرود رو برای خودش شیرین کنه، برده و سلاما کنه؟ یوسف علیه السلام چطور تونست زندان با قل و زنجیر رو برای خودش شیرین کنه؟ نبی ما چطور تونست سختی ها و صعوبت های طائف رو برای خودش شیرین کنه و با الله به اون زیبایی نجوا کنه؟ ایوب چطور تونست اون سختی ها و شدت های مریضی رو برای خودش شیرین کنه؟ اگر تو این هنر رو پیدا کردی که در لابلای این سختی ها و صعوبت ها اینا رو تونستی با تفویض و تسلیم و سپرد امور به الله شیرین کنی. ابراهیم داخل آتشه، احتمال سوختن هم هست، احتمال نابود شدن هم هست، اما با تمام وجودش داره اینو میگه گر بکشی فدای تو، گر نکشی عطای تو، دل شده مبتلای تو، هر چه کنی رضای تو. به جرم عشق تو هم میکشند و خوش قوقاییست، تو هم بر لب بام آ که خوش تماشاست. ابراهیم با تسلیم به الله، ابراهیم در اون لحظه تمام وجودش این بود که خدایا نه این زندگی برای من مهمه، موت برای من مهمه، نه پیروزی در مقابل نمرود مهمه، نه شکست مهمه، مهم اینه که تو از من راضی باشی. اگر تو شهادت منو امروز میخوای و اگر تو خلاص شدن عمر من رو اینجا میخوای و تو از این راضی میشی، این مقصود من. ولی اگر تو ادامه حیات من رو میخوای، من هم یا الله به همون راضی هستم. أينما كنا